جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت هدف از اعلان تحریمات نو محروم کردن روسیه از درآمدهایی است که برای جنگ در اوکراین خرج می‌کند. او اعتراف کرد ممکن است تحریمات سبب بالاروی قیمت بنزین شود. تحریمی که امروز جاری شد بر رشد اقتصادی روسیه تاثیر گذاشته امکانات جنگی پوتین را محدود می کند. شاید نرخ یک گالن بنزین 3 و یا 4 سنت بالا رود، ولی این اقدام به امکانات جنگی روسیه تاثیر عمیق خواهد گذاشت. در میان شرکت‌هایی که زیر تحریم ماندند و معامله با آنها جزا دارد، گازپروم نفت تاجیکستان هم هست. شرکتی که سهمش در تامین تاجیکستان با مواد سوخت فوق‌العاده زیاد میباشد. بیشتر از 80% بنزین و گاز را تاجیکستان از گازپروم نفت می‌خرد و تنها در 6 ماه سال گذشته از آن 451,000 تن مواد سوخت خریده است. نگرانی هم از آن است که تحریمات آمریکا مجرای گاز و بنزین روسی را به تاجیکستان اگر نبندد هم کمتر می‌کند. تأثیرات زنجیره‌ای زیاده خواهند داشت. اگرچه پیش بینی کردن سخت است که در واقع چی می شود. اما بعد اعلان تحریمات ما دیدیم که پالایشگاه‌های عظیم چینی و هندی که بعد آغاز جنگ در اوکراین به خریداران اصلی نفتی روسی تبدیل شدند از آن دست می‌کشند. این در نوبت خود خراجات و قیمت نفت را بالا می‌برد که تأثیر آن به تاجیکستان و کشورهای به مثل تاجیکستان می‌رسد. اگر به مشتریان عادی یارانه داده نشود، اثر تحریمات به آنها هم می‌رسد. بالاروی قیمت نفت در سراسر جهان همیشه به همیان مردم عادی تاجیکستان ضربه می‌زند، چون قیمت محصولات را بالا می‌برد و خرج مردم را زیاد می‌کند. در تاجیکستان بر این اندیشند که عاقبت‌های تحریمات آمریکا برای اقتصاد بسیار بد نمی‌شود. گازپروم نفت 40% بازار بنزین وارداتی به تاجیکستان را در دست دارد. تحریم ها زمان می توانند به اقتصاد تاجیکستان تاثیر گذارند که اگر معاملات بین کشور و روسیه با دلار می بود. تحریمات آمریکا در ماه ینور به اقتصاد تاجیکستان و نیکو احوالی مردم تاثیر بسیار زیاد نخواهند داشت، برای آنکه 98% معاملات مالی بین تاجیکستان و روسیه با روبل صورت می گیرد. تاثیر زیاد نخواهند داشت. شاید مشکلات در واردات پیش آید به شرکت های خرده که با دلار معاملات دارند، ولی به اقتصاد تاجیکستان تأثیر جدی نمیگذارند. یک فرد آگاه از معاملات بانکی و همکاری‌های تاجیکستان با گازپروم نفت گفت که تأثیر تحریمات نو به آن حد نخواهد بود که گفته می شود. به قول او تدبیرها برای آمادگی به تحریمات نو و مطابقت با آنها از قبل اندیشیده شده بودند و معامله ها با شرکت روسی به منوال پیشین ادامه خواهد کرد. با وجود نظرهای گوناگون، تجربه ثابت کرده است که تاجیکستان همیشه در برابر فضای مشکل سیاسی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی آسیب پذیر بوده است. بانک جهانی چند پیش در یک ارزیابی در باره اقتصاد تاجیکستان گفت اگرچه کشور تاکنون در برابر این رقابت‌ها مقاوم بوده است، اما شدت گرفتن جنگ در اوکراین و اعلان تحریمات نو ممکن است اقتصاد روسیه را ضعیف کند و باعث کم شدن پول مهاجران تاجیک شود که اقتصاد تاجیکستان سخت پایبند پول آنهاست.